الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. میهمان خانه های شما هستیم امروز از کنار حرم نبوی شریف. این افتخار نصیب ما و شما بینندگان شده که امروز رو در مجاورت مقدسترین مکان زمین بعد از مسجد الحرام باشیم. امروز از کنار مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد داریم تا ادامه مبحث جلسه گذشته رو اگر به خاطر داشته باشید درباره اخلاص ادامه بدیم. همون مبحثی که در ابتدای اون عرض کردیم که الله تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 14 فرمود، به پیامبر خود امر فرمود قل الله اعبد مخلصا له دینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همون ذات بزرگواری که این مسجد پشت سر من مزین به نام نازنینش، به نام مبارک و این شهر مدینه منوره مزین به این که شهر رسول الله است صلی الله علیه و سلم، فرمود من امر شدم که الله رو عبادت بکنم خالصانه و دین من از برای الله است. امروز قصد داریم از جوار مسجد مخلص ترین انسان روی زمین، اسوه اخلاص، اسوه تقوا، اسوه پرهیزکاری، اسوه تمام فضایل نیک، الگوی تمام اخلاقهای زیبای عالم، مبحث اخلاص رو با هم ادامه بدیم. به شما قول داده بودیم تا در این قسمت درباره صفات مخلصین و فواید اخلاص با هم صحبت بکنیم. اولین صفتی که هر انسان مخلصی باید در وجود خودش بیاره و مزین بشه به اون مخفی کردن عمل. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که امام مسلم نقل کرده فرمود ان الله يحب العبد النقي التقي الخفي. الله تعالی بنده مسلمان مؤمنی رو که عبادتهای خود رو انجام میده اما مخفیانه. الله تعالی این انسان رو دوست داره. انسانی که وقتی عبادت انجام میده هدفش فقط رضای الله است، فقط به خاطر اون عبادت انجام میده، به دنبال این نیست که انسانها خبر بشن یا نشن. اصلا براش مهم نیست که مردم بدونن این کار رو انجام میده یا ندونن. در تاریکی های شب تنهایی بلند میشه، نماز میخونه، اشک میریزه پشت درهای بسته، هیچ کی هم خبر نداره. طوری صدقه میده که دست راستش خبر نمیده که دست چپش چی داده، یا دست چپش خبر نداره که دست راست چقدر صدقه داد به این انسان مستمندی که دست راست کرده بود و محتاج بود. روزه میگیره در حالی که اطرافیانش هیچ خبر ندارن که این انسان روزه است. مشغول به ذکر، مشغول به عبادته. خیلی از عبادت ها رو داره انجام میده، خیلی از عبادت ها رو مشغوله. شاید در بستر در حال استراحت مشغول به عبادت و همسرش کنارش هم خبردار نیست از این که این شخص داره فاصله های بین خودش و الله رو با قلب خودش طی میکنه، داره این مسیر رو با عبادت پشت سر میگذاره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت دیگری که امام بخاری نقل فرمودن برای امت این صفت رو به زیبایی به تصویر کشیدن: طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل الله. خوش به حال اون بنده‌ای که
افسار اسب خودش رو گرفته و در راه الله شروع کرده به حرکت کردن، در مسیر الله گام میگذاره. جورید موی، گرد و غبار پاهای اون رو گرفتن. ان کان فی الحراسه ففی الحراسه و ان کان فی الساقه ففی الساقه. بهش بگن نگهبان باش، نگهبان میشه. بهش بگن پشت سر لشکر را بیفت، از پشت سر مواظب لشکر باش، اونجا میره قرار میگیره. بهش هر شغلی رو که بهش بدن براش مهم نیست. یک هدف داره، یک نیت داره و اون رضای الله است و برآورده کردن رضای الله. این شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در انظار مردم اگر این شخص اجازه بگیره استأذن لم یؤذن، حتی شاید بهش اجازه هم ندن برای رفتن در یک مرخصی، برای رفتن به جایی. و اگر شفاعت کسی رو بکنه شاید شفاعتش رو هم نپذیرن. اما این انسان مخلصی است. این انسان نزد الله درجه و مقام و قرب داره. صفت دومی که انسان مخلص باید به اون مزین باشه اتهام نفس. انسان مؤمن، انسان مخلص، انسان مسلمان هیچ وقت نباید نفس خودش رو، اون دشمن درونی خودش رو تایید بکنه. هیچ وقت نباید احساس بکنه که الان من دیگه حریف نفس خودم شدم. هیچ وقت نباید در عمادات و در اعمال خودش به خودش غره بشه، ولو اینکه در هر درجه و مقامی که قرار داره، در هر درجه‌ای که رسیده این شخص. انسان وقتی پله‌های ترقی رو طی میکنه به سمت متعالی شدن، وقتی انسان قله پیروزی رو داره به سمت بالا قدم به قدم گام برمی‌داره بر این صخره‌های ترسناک و سخت مسیر خودش، تا اون لحظه‌ای که به نوک قله نرسیده و پرچم افتخار خودش رو نکوبیده بر نوک قله، نباید خودش رو در امان بدونه از لغزش، از لغزیدن، از سرنگون شدن، از افتادن به عمق دره. و بلکه کسانی که بیشتر بالا رفتن باید بیشتر نگران باشن، باید بیشتر مواظب خودشون باشن، چون هر کسی که بیشتر بالا رفته اگر سقوط بکنه سخت‌تر به زمین خواهد خورد، لاجرم مستخوانش سخت‌تر خواهد شکست. و داستان بلعم با اورا رو حتما عزیزان شنیدن در سوره مبارکه اعراف. الله تعالی در آیات 175 و 176 داستان بسیار دردناکی رو به تصویر میکشه. یکی از اولیاء الله در زمان بنی اسرائیل، بلعم با اورا، یک مستجیب الدعوه، به این معنا که هر وقت دست بلند میکرد برای دعا، دعاش قبول میشد. این شخص عده‌ای اومدن پیشش گفتن که بر ضد حضرت موسی علیه السلام دعا بکن. وقتی حضرت موسی علیه السلام نبوت خودش رو آغاز کرد، در ابتدا سر باز زد اما در انتها قبول کرد. الله تعالی میفرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، داستان اون شخصی رو برای امت خود بازگو بکن ای پیغمبر من که ما آیات خود رو به او دادیم، نشانه های خود رو به او دادیم، صاحب علم شده بود. آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اون این لباس رو از تن خودش خارج کرد، این لباس تقوا از تن خودش بیرون آورد، پیرو شیطان شد، گمراه شد، از راه به در شد. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می‌خواستیم این انسان رو متعالی می‌کردیم، این انسان رو بالا می‌بردیم، اگر ما می‌خواستیم این به اون درجه‌های رفیع سعادت و عزت می‌رسید. ولکنه اخلد الی الارض، اما اون خواست به زمین بچسبه، اون خواست همینقدر حقیر باقی بمونه. واتبع هوا، اخلد الی الارض واتبع هوا، پیرو هوا و هوس خودش شد، از دشمن درونی نفس پیروی کرد. فمثله كمثل الكلب، مانند سگی شد. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، سگ همیشه زبانش از دهانش بیرونه، چه کسی دنبالش باشه چه نباشه، اون همیشه همجوری مشغوله. این شخص به این درجه مبتلا شد که زبانک میزد. هی انسان همیشه باید نفس خودش رو متهم بکنه، در هر عملی، در هر عبادتی که انجام میده باید به نفس خودش مراجعه بکنه که تو این کارو به خاطر چی انجام دادی؟ به خاطر رضایت مردم، به خاطر بهبه و چهچه دور بریا؟ نه، یا به خاطر ترس از الله تعالی. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیه السلام پیامبر بزرگ الله تعالی فرمود من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، من نفس خودم رو پاک نمی دونم،
نفس کارش اینه که همیشه امر میکنه به بدیها، پشت سر هم، مگر اون انسانی رو که الله تعالی به اون رحم بکنه و از دست این همه هجمه نفس و شیطان در امان بمونه. دومین صفتی که انسان همیشه باید مد نظرش داشته باشه اینه که متهم بکنه نفس خودش رو در هر عبادتی، در هر عملی، که این رو من به خاطر چی انجام دادم. سومین صفت از صفات مخلصین اینه که اونها مدح و ذم اطرافیان براشون مهم نیست. براشون مهم نیست که دور بریا تعریفشون بکنن یا همه برگردن بر ضد اینها شروع بکنن به صحبت کردن. اگر عالمی بلند بشن بر ضد این شخص شعار بدن، فتنه بافی بکنن، دشمنی بکنن، اون کارش رو انجام میده. براش مهم نیست. اگر عالمی هم تعریفش بکنن باز هم چیزی بر اون اضافه نمیشه. اون یک هدف داره، رضایت الله تعالی است و اون رو انجام میده. اگر داعی دعوتگر در مسیر دعوت خودش نیاز به بهبه و چهچه اطرافیان خودش نیست، اون چیزی رو که احساس میکنه درسته، اون چیزی رو که به اون رسیده و اون حس دعوی رو که داره بر اساس امر معروف کردن و نهی از منکر کردن جامعه، اون رو انجام میده، وظیفه خودش رو انجام میده، چه مردم ازش تعریف بکنن چه نکنن، و از این نمیترسه که عده‌ای دشمنی بکنن باش. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. تعبیرهای متفاوت. برای هر پیغمبری الله تعالی میفرماید ما دشمنانی از مجرمین قرار دادیم، دشمنانی از جنس انس و جن، شیاطین انس، شیاطین جنی، هر دو گروه. این انسان دعوتگر در مسیر دعوت خودش از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمیترسه، راه خودش رو به نیکی انجام میده. اگر خانمی محترمی، خواهر بزرگواری حجاب به سر کرده و دوست داره که مزین باشه به زینت اسلام، دور بری ها بیان تحقیرش بکنن، توهین بکنن بهش، براش مهم نیست. اگر کسی مزین شده به اون چیزی که فکر میکنه و بهش رسیده که باید انجام بده به خاطر رضایت الله خودش، اون مزینه، اون عبادت رو انجام میده. از این ترس نداره که الان اگر من بیام در جمعی نماز بخونم، نمازش داره غذا میشه و اگر این شخص بیاد نماز بخونه شاید بهش بخندن، براش مهم نیست. عبادت رو به خاطر تعریف مردم انجام نمیده که به خاطر مذمت اونها ترک بکنه. این صفت یک از صفات بسیار مهمیه که انسان مخلص باید در وجود خودش پیاده بکنه. مخفی کردن عمل تا جایی که میتونه مخفی بکنه، در عبادت هایی که میتونه مخفی بکنه. اولین شرط عبادت هایی که میتونه، عبادت هایی رو که نمیشه مخفی کرد نباید مخفی کرد. برای شرکت در نماز جماعت باید بره شرکت بکنه. کسی که امر معروف میکنه و نهی از منکر انجام میده، این عبادت در محضر جمعی انجام میشه، بقیه میبینن. من و امثال بنده باید این کار رو در جلوی جمعی انجام بدیم تا این وظیفه انجام بشه. عبادت هایی رو که میشه پنهان کرد اونها رو پنهان بکنه. و بعد دومین شرط نفس خودش رو متهم بکنه. سومین که هیچ وقت منتظر تعریف و تمجید از دور بریان خودش نباشه، و یا اگر دور بریان همه بر ضد اون شروع کردن به شعار دادن و توهین کردن و بسا اوقات مسخره کردن، نباید به خاطر اونها دست از عبادت با اون کاری که انجام میده بردار. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه مبحث ثمرات اخلاص. دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند از جوار مسجد النبی صلی الله علیه و سلم. از مهمترین ثمرات اخلاص میشه به آیات 88 و 89 سوره مبارک اخلاص اشاره کرد که الله تعالی در اون آیات میفرمایند یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
اون روز قیامت هیچ عبادتی سودی نخواهد رسوند برای انسان، هیچ مالی و هیچ فرزندی به درد انسان نخواهد خورد مگر اون عباداتی، مگر اون اعمالی که با قلبی خالصانه، با قلبی سالم و پاک و گوارا، بدون از هر گونه شائبه شرک و آلودگی به محضر الله تعالی رسیده. اولین ثمره اخلاص اینه که عبادت‌های انسان، عبادت‌هایی که مخلصانه یقینا قبول خواهند شد، عبادت‌های مخلصانه در آخرت مورد قبول قرار می‌گیرند. دومین ثمره اخلاص حکمت. انسانی که مخلصن، انسان‌هایی که فقط به خاطر الله کاری انجام میدن، انسان‌هایی که در عبادت خودشون، در اعمال خودشون توجهی به غیر الله ندارند، الله تعالی به اونها حکمت عطا میکنه، درک درست، درک صحیح، فهم. بسیاری از انسان‌های مخلص رو وقتی اگر انسان با اونها هم نشین بشه و به صحبت‌های اونها گوش بکنه، صحبت‌هایی رو از اونها میشنوه که شاید توی هیچ کتابی نشه پیدا کرد، صحبت‌هایی که از قلب اونها خارج میشه. اینها رو از اخلاص به دست میارن، اینها رو با اخلاص بهش میرسن. سومین ثمره اخلاص حسن خاتمه است. کسانی که مخلصن، کسانی که عبادت‌های اونها مورد قبول قرار میگیره و کسانی که فقط به خاطر الله کاری رو انجام میدن، یقینا حسن خاتمه خوبی خواهند داشت. چهارمین ثمره اخلاص محافظت انسان از وقوع در مشکلات و سختی ها. اخلاص باعث میشه که الله تعالی انسان رو از افتادن در باطلاق مشکلات، در گودال شکست نجات بده. و بهترین نمونه‌ای که میتونیم برای این مورد ذکر بکنیم حضرت یوسف علیه السلام، اون وقتی که پشت درهای بسته از طرف زلیخا مأمور شد به کار بد و درخواست بدی از اون شد. حضرت یوسف علیه السلام در اون معرکه، در اون امتحان سخت، در اون آزمایش بسیار سنگین سرفراز بیرون آمد. الله تعالی دلیل این پیروزی رو بسیار زیبا به توصیف میکشه برای ما. و کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما بدی و پلیدی و فحشا رو از یوسف علیه السلام دور کردیم. چرا؟ اون یک صفت داشت، انه من عبادنا المخلصین. اون اخلاص داشت، اون به درجه اخلاص رسیده بود، اون اخلاص رو در وجود خودش آورده بود و پیاده کرده بود و این اخلاصش باعث شد که از اون مهلکه نجات پیدا بکنه. اخلاص انسان رو از مهلکه هایی که شاید اون رو تباه بکنن و هلاک بکنن نجات خواهد داد. بس فواید دیگه اخلاص اینه که اخلاص مشکلات رو از سر راه انسان بر می داره. نه تنها جلوی وقوع مشکلی رو میگیره، اگر انسان در مشکلی افتاده باشه هم باعث نجات میشه. راه نجات از مشکلات اخلاص. امام بخاری و مسلم روایت رو نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابن عمر رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده. حدیثی است به اسم حدیث غار. حدیث مشهوری است. بسیاری از عزیزان شاید شنیده باشن این حدیث رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در امتهای گذشته 3 نفر بودند، 3 تا دوست با هم برای سفری شکاری از خانه خارج شدند. این 3 نفر با هم برای شکار رفته بودند. سفر اونها به درازا کشید و در همون محل شکار خودشون در کوهستان روزی رو به شب رسوندن. شب برای استراحت وقتی به غاری پناه بردن، داخل غار که قرار گرفتن، ناگهان این صخره غار به دم در غار افتاد. تصور کنید این لحظه رو عزیزان. چند تا دوست در اوج شادمانی و خوشی و تفریح رفتند داخل یک غاری برای استراحت و برای اینکه چند لحظه‌ای در امان باشن. ناگهان صخره بسیار بزرگی میفته و دم در غار رو میپوشونه. این یعنی چی؟ این یعنی مرگ. این یعنی پایان زندگی. این یعنی تمام شدن تمام چیزی که در دنیا هست برای اونها. صخره‌ای که وقتی دم در میفته تمام غار رو میپوشونه.
هیچ وسیله ارتباطی هم ندارن تماس بگیرن با بیرون. امکاناتی که امروزه در اختیار ماست در اختیار اونها نیست. ولی اینکه اگه امکانات ما هم در اختیار اونها می بود، در اون کوهستان، در اون بیابان، به درد اونها نمیخورد. از بیرون هم کسی خبر نداره اینها کجان. کسی از بیرون حتی اگر نظاره‌گر باشه بر این غار اصلا نمیبینه چیزی. صخره‌ها افتادن، یک کوهی است، در دیوارش همه صخره‌اند. 3 نفر داخل غار در دل کوه دفن شدن، هنوز نمردن، اما این غار میتونه که قبر اونها باشه. اما این غار به یک باره به یک دخمه تنگ و تاریک، یک دخمه تنگ و تاریک تبدیل میشه. همه پریشان، نگران چیکار بکنن. یکی از اونها گفت به خدا قسم هیچ چیزی به دارد ما نخواهد رسید در این لحظه امروز مگر عبادت‌هایی که خالصانه انجام دادیم و مخلصانه انجام دادیم. فکر بکنید، ببینید هر کسی که عبادتی انجام داده خالصانه به خاطر الله، به اونها متوسل بشید، توسل به عبادات، به عبادت‌های خالصانه به اونها توسل بجویید، خودتون رو نجات بدید. یکی از اونها گفت یا الله، شما خبر داری که من یک روزی کارگری رو دعوت کردم برای کار کردن، پیش من اومد. من به اون گفتم که من 1 سا گندم برنج به تو میدم. به کارگر دیگه هم همراه اون اومده بود. این هر دو تا آخر روز وقتی مشغول بودن، کارگر دومی که بیشتر کار کرده بود و 2 برابر این کارگر کار میکرد، من به اون 2 برابر حقوق دادم، 2 برابر اون چیزی که به اون گفته بودم، بدون اینکه از حق اولی چیزی کم بکنم. اون نفر اول ناراحت شد و گفت چرا به اون 2 برابر دادی؟ و قبول نکرد و رفت، قهر کرد. من اون سهمی رو که پیش من از برنج داشت، من اون رو نگه داشتم، اون رو کاشتم، اون دوباره در اومد، دوباره درو کردم، دوباره کاشتم، از اون گاو خریدم، گاو رو نگهداری کردم، گله‌ای شد. بعد چند مدت آمد و اون بدهکاری خودش رو تقاضا کرد، اون طلبکاری خودش رو تقاضا کرد. من گفتم این گله‌ای که از گاوها و گوسفندها هستن، اینها رو بردار و ببر، اینا هم مال تو. گفت منو مسخره میکنی فلانی. گفتم نه، من با اون مقداری از برنج که پیش من مونده بود این گونه عمل کردم. خدای تو شاهدی که من اون عمل رو فقط به خاطر تو انجام دادم، مخلصانه خالصانه به خاطر تو انجام داده بودم. به خاطر اون عمل ما رو نجات بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در این لحظه صخره شکافت، مقدار نور داخل می اومد، اما هنوز نه راه نجاتی بود برای اونها و نه حتی نور کافی که کاملا بتونن دور بر رو ببینن. نفر دوم شروع کرد، گفت یا الله، من پدر و مادر پیری داشتم که اونها بسیار افتاده بودن، نمیتونستن خرج خودشون رو در بیارن، من خرج اونها رو میدادم. هر روز وقتی که میرفتم گله خودم رو برای چرا بیرون میبردم، شب وقتی برمیگشتم اول میرفتم به سراغ اونها و از شیری که از این گوسفندان میدوشیدم به اونها میدادم، در حالی که خانواده من گرسنه بودن. روزی برای پیاده کردن یک چراگاه جدید کمی دورتر رفتم، شب که برگشتم دیرتر برگشتم. وقتی به خونه اومدم در حالی که خانواده من گرسنه بودن، رفتم پیش پدر و مادر خودم، اونها رو دیدم که خوابیدن، از اونجایی که بسیار پیر بودن و افتاده بودند. من نگران بودم از این که اینها ضعف نکنن، اینها از این که غذا نخوردن دچار بیماری دیگه ای نشن. همونجا بالا سر اونها نشستم تا صبح که بیدار بشن. خدای من این عبادت رو فقط به خاطر تو خالصانه انجام دادم، به خاطر اون ما رو نجات بده. در این لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صخره شکافت. صخره شکافت انقدر که کاملا داخل غار روشن شد، اما هنوز هم نمیتونن خارج بشن از این. نفر سوم گفت یا الله، من دخترمویی داشتم که بسیار اون رو دوست داشتم و قصد سود داشتم نسبت به اون. یک روزی هر چند بار که با اون این پیشنهاد رو میدادم رد میکرد، تا اینکه روزی رسید که خشکسالی همه جا رو فرا گرفته بود. اون شدیداً به 100 دینار نیاز داشت. اومد پیش من، از من پول طلب کرد. من که خودم رو در رسیدن به اون هدف شومی که داشتم نزدیک میدیدم و تنها فرصتی بود که در جلوی راه من قرار گرفته بود، از این فرصت به نفع خودم استفاده کردم و گفتم من به یک شرط به تو این پول رو قرض میدم که اون کاری رو که من از تو خواستم انجام بدم. اون برگشت، قبول نکرد، دوباره آمد، دوباره همون پیشنهاد رو دادم، دوباره رفت، بار سوم آمد، مجبور شد، شدیداً نیاز داشت. تا آخر به این خواسته شوم من تن داد و من تا جایی پیش رفتم که هر همسری برای نزدیکی با همسر خودش پیش میره. در اون لحظات آخر دیدم که اشک میریزه، تنش میلرزه، گریه میکنه و من رو قسم میده که تو رو قسم میدم که این ثروت سر به مهر رو
این سرمایه‌ای رو که تا حالا سر به مهر نگه داشتم جز از راه حلال نشکن. من یک دفعه به خودم اومدم که این دختر، که این زن اینقدر شدیداً نیازمنده به این مال، با این وجود انقدر میترسه از الله و انقدر نگرانه و مضطربه. من که هیچ نیازی ندارم، چرا نباید بترسم؟ اونجا بود که من دست برداشتم از این کار و از اون معذرت خواهی کردم و از اون بخشش طلبیدم و به جای 100 دینار 200 دینار بهش دادم. خدایا من اون کار خالصانه به خاطر شما انجام دادم و شما گواهید. اگر شما خالصانه اون رو از من پذیرفتید، این مشکل رو از ما برطرف بفرما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در این لحظه اون صخره کاملا شکافت، متلاشی شد و اون 3 نفر تونستن از این غار نجات پیدا بکنن. اعمال مخلصانه ما باعث نجات ما در مشکلات دنیا میشه. ما میتونیم به اعمالی که خالصانه انجام دادیم متوسل بشیم. بهترین نوع توسل به عبادات و تنها نوع توسل مشروع، توسل به عبادت‌های خالصانه، عبادت‌هایی که در دنیا مورد قبولن، در توسل و در آخرت مورد قبول الله تعالی هستند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و از ثمرات دیگه اخلاص اینه که در قیامت بهشت رو نصیب ما میکنه. اخلاص الله تعالی در سوره مبارکه انسان یا همون 10 در آیه 8 به بعد میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مؤمنین مخلصین یکی از صفاتشون اینه که اونها مساکین، ایتام، اسیرها رو غذا میدن، با وجود این که اونها خودشون هم نیاز دارن به این غذایی که به اینها میدن. لقمه دهان خودشون رو میدن، کاسه سفره خودشون رو برمیدارن میبرن به اونها میدن. در مقابل اونها وقتی که اونها رو غذا میدن، انما نطعمکم لوجه الله، میگن ما شما رو فقط به خاطر الله غذا میدیم، خالصانه به خاطر الله. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، انتظار هیچ تشکری رو از شما نداریم، انتظار هیچ پاداشی از شما نداریم. ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از اون روزی میترسیم که همه از ترس، از نگرانی، از پریشانی، عبوس قمطریر، همه در و دیوار، انگار خود روز هم اخم کرده. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، الله تعالی هم شر اون روز رو، مشکلات اون روز از سر اینها برمیداره. ولقاهم نظرة و سرورا، الله تعالی به اونها خوشرویی، شادمانی نصیب میکنه. و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا، و الله تعالی به خاطر اون صبری که کردن، به خاطر اون اخلاصی که داشتن، به خاطر صبری که بر اخلاص خودشون داشتن و عبادات خودشون، بهشت نصیب اونها میکنه و ابریشم هایی که بر اون استراحت میکنن. و ادامه این آیات در این سوره مبارکه. اخلاص میتونه که ما رو از مشکلات دنیا و مشکلات آخرت نجات بده. اخلاص باعث میشه که ما تمام اون فرصت هایی رو که نمیتونیم به اون دست پیدا بکنیم، ثواب اونها رو به دست بیاریم. همونجوری که در جلسه گذشته عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در برگشت از سفر به تبوک فرمود که در مدینه کسانی هستند که با شما در این اجر و پاداش شریک بودن، با اینکه اینها از مدینه خارج نشده بودن و به تبوک نرفته بودن. قالوا یا رسول الله و هم بالمدینه، گفتن اونها در مدینه بودن. فرمود بله و هم بالمدینه حبسهم العذر، اونها در مدینه بودن، عذر اونها رو نگه داشته بود. و من از کنار مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از حرم نبوی شریف، این مژده رو به شما عزیزانی که عاشقانه منتظری تا این فرصت نصیب شما بشه، تا به حرمین مشرف بشید و بیاید و از نزدیک در این اماکن مقدسه مشغول عبادت بشید، این مژده رو به شما عزیزان بدم طبق این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که نگران نباشید. اگر خود شما هم اینجا فرصت نمی کنید، مطمئن باشید عبادت هایی که اینجا انجام میشه در این مسجد مبارک و مسجد الحرام به شما عزیزان ثوابش به طور کامل میرسه، چرا که شما نیت کردید، شما خالصانه از الله تعالی خواستید و میخواید که این فرصت نصیب شما بشه. و الله تعالی یقینا این عبادت ها رو در میزان اعمال شما خواهد نوشت. امیدوارم که الله تعالی به من و شما توفیق عبادت خالصانه عنایت بفرماید و از همه شما عزیزان تقاضای
دعا دارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خداوند قادر و یکتا میسپارم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.